بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. دوستان عزیز، علامه ابن قیم، این محقق شیرین سخن، در کتاب خود الفوائد میگوید: لا یجتمع الاخلاص فی القلب و محبت المدح و الثناء. میگوید این دو چیز در قلب با هم جمع نمیشوند: اخلاص و محبت مدح و ثنای مردم. یعنی آنگونه که میدانیم اخلاص شرط قبول عبادت هاست. شخص مؤمن میباید عبادتش را خالص به خاطر خدا انجام دهد، خالص به خاطر به دست آوردن اجر و ثواب، خالص به خاطر به دست آوردن رضا و خوشنودی پروردگار. اگر در انجام عبادت شخص نیت دیگری داشته باشد که او را مردم مدح و ثنا گویند که نماز خوب میخوانده یا حج رفته ماشاءالله تعریف و تحسینش گویند، مقصدش از انجام عبادت این باشد، البته که این عبادت از نگاه شریعت باطل و نامقبول است، زیرا شرط قبول عبادت با اخلاص انجام یافتن آن عبادت است. خداوند عزوجل در حدیث قدسی فرموده: انا اغنى الشرکاء عن الشرک، من غنی ترین شریکانم. هر کسی عمل انجام دهد و با من کسی دیگر را نیز همراه کند، ترکته و شرکه، او را با همون شریکش وا میگذارم، چون این عمل را قبول نمی کنم. گفتم در حدیث دیگری که آن را امام مسلم از حضرت ابو هریره روایت میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: اولین شخصانی که در روز آخرت محاکمه میشوند و به دوزخ برده میشوند والعیاذ بالله 4 نفری هستند که عبادت‌های خیلی بزرگ انجام دادند. یکمی آنها شخصی است که در راه خدا جان داده، شهید شده. دیگر شخصی که علم خوانده، به مردم علم آموزانده. شخص دیگر قرآن حفظ کرده، به مردم قرآن تعلیم داده. شخص چهارم شخصی که خداوند برایش مال داده، انفاق کرده، از مالش خرج کرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اولین شده آنها را محاکمه کرده به دوزخ برده می شود. چرا؟ چون که شهید وقتا که خداوند او را میپرسد به خاطر چی چنین کردی، میگوید پروردگارا به خاطر تو. اما خداوند عزوجل از قلب ها آگاه است، میگوید کذبت، تو دروغ میگویی، تو مبارزه بردی، جهاد کردی، جنگیدی تا تو را گویند که شجاع بوده. میگوید تو بدین خاطر جنگیدی تا تو را شجاع گویند، دلیر گویند. وقد قیل، گفتن تو را تعریف کردن، تو پاداشت را گرفتی. و آن عالم را، آن قاری را، آن شخصی مالداری منفق را نیز چنین گفته می شود: دروغ گفتی، تو به این خاطر علم خواندی، علم آموزاندی به مردم تا تو را گویند عالم است، قاری است. اون شخصی منفق را میگوید تو به این مقصد کردی تا گویند خیلی مرد سخی بوده. مقصد شما به دست آوردن مدح و تحسین مردم بوده، بدین خاطر با سرنوشت بده به آتش رو برو می شود. بنابراین اخلاص داشتن در عبادت، یعنی عبادت را تنها به خاطر خدا انجام دادن، شرط قبول عبادت است. و عکس این، یعنی عکس اخلاص، این ریاست که صفت منافقان است. ریاکاری یعنی خودنمایی، به خاطر نشان دادن به مردم عبادت انجام دادن، این ریاست و شرعا عملی حرام است. حتی ریا را پیامبر صلی الله علیه و سلم شرک اصغر نامیدند. امام احمد حنبل و امام بیهقی از محمود ابن لبید انصاری روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. یعنی یکی از آن چیزهایی که خیلی سخت برای شما نگران هستم ای امتی من، شرک اصغر است. خیلی خواطرم که این چیز برای شما زیان رساند. قالوا و ما الشرک الاصغر یا رسول الله؟ شرک اصغر یعنی شرک خرد چیست ای فرستاده خدا؟ پرسیدند صحابگان. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم گفتند الریا، ریا شرک اصغر است، یعنی به خاطر مردم عملی را انجام دادن، یعنی از مردم انتظار مدح و ثنا شدن از پشت انجام کدام یک کار قربت و عبادتی. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث گفتند: یقول الله عز وجل لهم یوم القیامه اذا جزی الناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. خداوند عزوجل بر ریاکاران در روز آخرت میگوید بروید نزد کسانی که به خاطر آنها عمل انجام دادید، کنی ببینید که پاداش دارند تا شما را دهند. گفتند پاداش خود را از آنها سراغ کنید، نزد آنها رفته طلب کنید. پس اخلاص داشتن به هنگام عبادت این اساس عبادت است و شرط قبول عبادت است. و اخلاص داشتن عملی خرد و کوچک بزرگ می شود و به نقصان در اخلاص عملهای خیلی بزرگ حقیر و ناچیز می شود.
از علامت‌های اخلاص داشتن شخص این است که پروای تحسین و مذمت مردم ندارد. یعنی مردم چی میگویند برای اون مهم نیست، چون که میداند اگر نزد خداوند ستوده باشد مذمت مردم به او هیچ زیانی نمیرساند و میداند اگر نزد خدا نکند مذموم باشد، مذمت شده باشد، تحسین و آفرین همه روی عالم به شخص کمک نمی کند. پس اگر شخص نزد خدا خوب باشد، مذمت و تحقیر مردم به او زیانی نرساند و اگر خدا نکرد نزد خدا بی قدر باشد، آفرین و تحسین همه روی عالم به او کمکی نکند، پس هیچ حاجتی نیست که انسان به تحسین و آفرین مردم حریص باشد، در فکر یعنی به دست آوردن ثنای مردم، آفرین مردم باشد. پس میباید ثنای خدا را کسب کند، میباید از مذموم شدن در نزد خدا بپرهیزد. آنگونه که در سنن ترمذی آمده، پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن اعرابی گفتند، آن صحابی اعرابی بادیه گفتند این مدحی زین و ذمی شین، گفتند مدح من زینت است، یک نفر را اگر من تحسین گویم، آفرین خوانم، مزین می شود، آبرومند می شود، و ذمی شین اگر مذمت کنم عیبدار می شود، یعنی به قدر می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند ذلک الله عز وجل، این خداوند عز وجل است که چنین است که مدح او انسان را رفیع القدر می کند، بالا مقام می کند و مذمت او تعالی شخص را حقیر و ناکس می کند. پس شخص می باید در جستجوی رضای خدا، تحسین خدا، مدح خدا باشد و می باید از مذمت خدا و از نکوهش خدا که بعضی عملها را، بعضی اصحاب عملهای معین را مذمت کرده بپرهیزد. این است راهی به دست آوردن اخلاص یا راهی معالجه نمودن بیماری ریا اگر خدا نکند در قلبها موجود باشد. در حفظ و امان خداوند باشد.